ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از بلال ابن حرس المزنی خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه داشتن ماه رمضان در مدینه منوره بهتر از 1000 روزه داشتن رمضان در غیر آن است. یک جمعه در مدینه منوره بهتر از 1000 جمعه در دیگر شهرهاست. روایت طبرانی و ضیاء مقدسی. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. در شریعت اسلام هر یک عمل نیک از 10 تا 700 یا از این زیاد ثواب داشته، وابسته به نیت هر یک ما خداوند به ما ثواب می دهد و در ماه شریف رمضان ثواب عملها بیشتر می شوند و انجام عمل نیک مثل روزه داشتن در مدینه 1000 ثواب دارد. این چنین ادای نماز جمعه در مسجد نبوی نسبت به دیگر مسجدها غیر از مسجد الحرام مکه 1000 ثواب دارد. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که هر یک عمل نیک، هر یک عبادتی که در مدینه منوره و در مکه مکرمه انجام می دهیم ثوابش نسبت از دیگر شهرها بیشتر است. اگر بپرسیم به سبب چی؟ جواب این است که به سبب نازل شدن قرآن در این شهرها. قرآن کریم در مکه و مدینه نازل شد، به همین سبب مکه و مدینه یکی از بهترین شهرها گشتند. قرآن کریم به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، به همین سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین پیامبر گشت. قرآن کریم به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، به همین سبب امت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از بهترین امتها گشت. قرآن کریم در ماه رمضان و در شب قدر نازل شد، به همین سبب ماه رمضان و شب قدر یکی از بهترین شبها و ماهها گشتند. پس این را فراموش نکن. اگر تو چنگ به قرآن بزنی، قرآن خوان بشوی، بدان که یکی از بهترین بندگان میگردی. پس برادر و خواهری که مرا میشنوی، اگر قرآن خوان نباشی، نیت بکن، حرکت بکن که در این رمضان فرصت را از دست مده. قرآن خوانی را شروع کن. آموختن قرآن کاری آسان است اگر تو نیت داشته باشی و حرکت کنی و بدان که خداوند بر تو این را آسان میگردد. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.